акнун бозие ки имшаб мешавад байни дастаҳои ПСЖ ва Арсенал дар ин маврид андак суҳбат мекунем. Ман мехостам фикрҳои шуморо ба таври хеле кӯтоҳ ва муфассал бинандагон дониста бошанд. Аввалан дар мавриди чизе гуфтан мехостед Фирдавс? Не, ман фақат ба андешаи ту розӣ будам ки ман ҳамеша воқеан мухлисӣ мекардам бо Барселона. Аввалин бор дар ҳаёт ки ҳамин Барселона гузарад Интерро. Вале бисёр мутаассифона барои мухлисони Барселона натавонистанд аз рӯи таҷриба. Вале ба ҳар ҳол хурсанд аст ки натавонистанд. خب در باره بازی PSG و آرسنال گپ میزنیم چرا که دسته فیردوس سالو در این مرحله لیگ چمپیونان نیست دیگه. امکانیت های PSG بعدی غلبه‌ای که با حساب 1-0 در سفر داشت چگونه است؟ من فکر می‌کنم PSG یک چیز دیگه رو من می‌خوام اینجا اضافه کنم که عثمان دمبله الکی آماده است برای بازی. باز یک درد سر دیگر برای آرسنال. ببینید وقتی که در میدان خود یک گل اقلا جواب داده نتوانست و بعداً به پاریژ می‌بیاید و پاریژ پرکروفر و باز هم گپ سر آن استعدادهای جوان می‌رود. ببینید فابریکای فوتبالی لاماسیا اینقدر استعداد می‌برارد که با دیگر دسته‌ها می‌رسند. هر چند بس میگویی بعد دسته‌های چهارم سوم میرسد باز میفروشد باز پول کار می‌کند و پاریژ هم چه خیلی لیگ یک رو لیگ استعداد میگن در پاریژ هم چنین نفران کم نیستند. ببینید همه نفران پر استعداد رو به وقتی جمع کرده است در صف خود و آن استعداد هم از تقدیر حل کنی بازی شدند. در وقت رقابت با پاریژ هم چنین بود، با استون ویلا هم چنین بود، آن دزر دوی، آن برکالیا، آن هیئت چخوری ذخیروی که پاریژ دارد و در صورت داشتن چنین مشکلاتی که با اینتر داشت بعدن اینزاگی نفران احتیاطی رو به میدان آورد آنها بازی رو درست کردند. همچنین دیگر در صورت این آمدی کار در پاریژ بازم کرسی چخوری ذخیروی دسته اونایی دسته لوئیس انریکه میتواند به این چیز سبب شود ولیکن در صورت کریزیس احتمالی در آرسنال نفری نیست که از کرسی احتیاطی به میدان آید و کارو گردان کند به قول فاوریتی از روی حسابی رقابت اول فاوریتی از در میدان بودن و فاوریتی از روی ذخیره کادری به جانب پاریس سن ژرمن است و فکر میکنم برای آرسنال این یک دستاورد نادر آن شکست دادن ریال مجروح بود که با آن مخلصان آرسنال به فکرم به زودی پایان مییابد. شادی مخلصان آرسنال. فکر من این است که اسلوب بازی هر دو دسته به هم مانند است. اگر نتیجه بازی اول رو صرف نظر کنیم ما فکر میکنم این شبان بازی برابر می شود. اداره کنی توپ از جانب هر دو برابر می شود و فقط اینجا استعدادهای انفرادی شاید که تقدیر بازی رو حل کنند چگونه که دکلان رایس تقدیر بازی رو بر ریال مادرید حل کرده بود. خلاص اگر در مورد مشکلی ها حرف زنیم در کرسی احتیاطی مشکل ها زیاد دارد میکل ارتتا ولی اگر یگان حادثه به میان آید آرسنال در PSG سرخمون میکند و اون فکر من 50-50 شاید که اونها برابر بازی کنند ولی گزارش PSG رو من انتظار هستم. خب PSG 50-50 و من چنین پیشگویی میکنم که آرسنال به فینال میبراید. روزی هستید با این فکری؟ چند بر چند؟ نه حسابی بازی رو گفتن غیر امکان است خیلی مشکل یک تخمین یک پیشگویی بیا از شما شروع میکنیم. من فکر میکنم که بازی سرگل میشه 3-2 به فایده PSG میشه. من میتوانم پیشگویی کنم که آن گل زده شده در سفر برای PSG کلیدی میشود حساب میتواند 2-2 شود و PSG حسابی آن گل زده شده میتواند به فینال رود و فینال بهترین هم اینتر PSG خواهد بود. و من هم میخوام پیشگویی کنم حساب رو یا 2 بار اگر آرسنال غلبه میکند در همین رقابت یا اینکه 3-2 میشود و در اکسترا تایم بعداً گل معین میشود که البته انتظاری من این دسته آرسنال است. پگاه در اروپا افروز با میخوریم. بله حتما فردا در اروپا افروز با صحبت میکنیم اطراف این پیشگویی ها و کی درست و کی غلط بود حتما اونجا معلوم میشود. تشکر زیاد برای صحبت بسیار هم خوب و باور دارم که مخلصان هیچ یک دسته نه اینتر نه بارسلونا نه آرسنال نه PSG هیچ کس خفه نمیشود از ما نمیرنجد چرا که نکته‌های درکاری و ضرورت تا حد امکان گفتیم.